ایرانیان. تبصره‌ای هست که هر وقت آقا حال کرده هست یک دفگی از زیر عبای خود بیرون کشیده است و این تبصره نامش هست مگر آنجایی که قانون داریم مگر آنجایی که آقا عشقش جور دیگری مسئولیت ها در قانون اساسی مشخص است، هر کس مسئولیتی داره مگر آنجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفید. بالاخره یه مجرمی یه غلطی کرده مجازات هم میشه، خانواده او، فرزندان او، پدر مادر او اینا گناهی نکردن، ما چرا بی خود اینها رو رسوا کنیم؟ مگر اونجایی که خود نفس افشا کردن یک مصلحت بزرگی داشته باشه. بله. و جمهوری اسلامی این سیاست مگر آنجایی که عشق ما بکشد را از ابتدا تا کنون داشته است بدین ترتیب که همه موظفیم و اگر کوتاهی کنیم همه خواهیم. مگر آنجایی که انحرافی باشد از جمهوری اسلام، هر انحرافی و ما به واسطه آراء مردم مجلس سنا درست بکنیم و دولت اول را، دولت دائمی را تعیین بکنیم. مگر آنجایی که ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنند میگذاریم عمل بکنند و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم. حالا با هم باشید آقا، اگر چنانچه متفرق بشید کاری از پیش نمیبرید. مگر آنجایی که اونها که در نوشتجات خودشون دم از دموکراتیک میزنند اینها یا جاهلند و نمیفهمند چه میکنند یا عامدند و خائن. اهل خیانت در آراء مردم نیست. مگر آنجایی که هر کسی را که دشمن ما میخواهد که او برود در دستگاه حاکمیت کشور و قانونگذاری کشور، دشمن میخواهد او بره، او نباید بره. من با شرع اعتراض مخالفتی ندارم مگر آنجایی که اعتراضش به همین اصل گفتمانه. الان معادلات جهان رو که سلاح هسته‌ای تعیین نمیکنه. مگر آنجایی که میخ اسرائیل بیشتر فرو برود. المرأة سیدة بیتها. مگر آنجایی که فوالله ما قضی قوم